هر یک چیزی که شخصیت شما به ضررش است وای شما به دقت جلب کننده میتابد. نه که وای چیزی که شخصیت شما میسازد، با عقل میکند، عالم میکند، چمپیون میکند، بزرگ میکند، وای با آسانی به دست آورده نمیشد. وای از شما چی طلب میکند؟ دقت، صبر، وزنینی، مهنت. فهمیده؟ برای همه قدر من مثال کتاب خواندن، از بالای خود کار کردن، بیزنس ساختن، همین چیزها شما مجبور میکند که شما دیگر شوید. برای همون این چیزها حیات آدم به هم تو پیدا نمی شود. دقت جلب کننده نمیتابد. چی گم؟ زیق میتابد. همین کتابخونه حفصله نیست. وقت آدم ها گمان میگن کتاب خواندن وقتی بیکارگی به خواندن در کار. فهمیدنید؟ نه نگاه کنید. این چیزها شما دیسپلین، پلان قطعی کار کردن طلب میکند. سر وقت کار کردن، ماشین دیسپلین ساختن در کار خودتون. با دیسپلین گفته چیز میفهم تاجیکش با قرار کردن روی نقشه کار کردن. بعضی وقت شما وقتی که روی نقشه کار میکنید خوشتون نمیاد، مانده شدید. نیکی نکردن در کار. صرف نظر تو مانده شدیمی، امروز تو زیقیمی، امروز تو با خوشبختیمی، خورسندیمی، حالا سر وقت کردن در کار عیناً همین خیل. برای موفق شدن از بالای خود کار کردن، همین هر چیز سر وقت کردن یاد گرفتن در کار.